سلام، با سوالات کارگری و بازنشستگی با ما همراه باشید. سوال: بنده در سال 98 متارکه کردم و طبق گواهی دادگاه حضانت دخترم با من بوده است، ولی هنگام بازنشستگی به این مورد اشاره نکردم و بنابراین هیچ حقی بابت سرپرستی خانوار و یا فرزندم دریافت نکردم. خرداد ماه امسال مجددا با همسر سابقم ازدواج کردم. میخواستم بدانم آیا بابت سنوات قبل مبلغی توسط اداره بیمه به من تعلق میگیرد یا خیر؟ آقای احسان سهرابی، کارشناس حوزه روابط کار، پاسخ می‌دهند. هم دارم خدمت مخاطبین پایگاه خبری تحلیلی هستند. در پاسخ مستمر بگیر محترم، وفق ماده 7 بخشنامه تنقیب و تلخیص سازمان تامین اجتماعی، شرایط احراز دریافت کمک هزینه عائله‌مندی و عقولات مشخص شده. لذا با توجه اینکه ایشون در زمان برقراری مستمری 6 اقدام و درخواستی در خصوص ثبت افراد اصلی و تبعیش به واحد فنی مستمری سازمان اعلام نکرده، لذا مشمول نخواهد شد. ولی هر زمان وفق بند 3 ماده 7 شرط احراز رو داشته باشه، میتونه در این خصوص اقدام کنه و اون کمک و مقرری رو دریافت کنه. در حال حاضر با توجه که ایشون ازدواج مجدد داشتن، شرط دریافت عائله‌مندی رو نخواهند داشت. پیروز و سربلند باشید. شما میتونید هر گونه سوالی که در رابطه با مسائل کارگری و بازنشستگی دارید از طریق سامانه پیامکی 5029 29 39 و یا شماره تلفن 0905 356 52 55 در میون بگذارید تا کارشناسان ما پاسخ سوالات شما را ارائه کنند.